بوکمن قهرمان نوی کمیکس تاجیکی است. مؤلف آن رستم عارفی، کارگردان و مؤلف سناریو کار سر داستان را 1.5 سال پیش آغاز کرد. هدف او و همکارانش جلب کودکان به کتابخانه بوده است. مقصد اساسی این است که چخیل این پرسوناژی که ما این زمان ایجاد کرده برآورده ایم و پرسوناژ ما کودکان را به طرف کتابخانه جلب میکند. یعنی چند قدری که پرسوناژ زیاد کتاب میخواند همون قدر قوای غیر عادیش زیاد می شود. وقتی که کودک او را میبیند تقلید به همون پرسوناژ میکند، کتاب خواندن مشغول کتابخانه می شود. بعد ختم سناریو نقاشان کار را آغاز کردند. تصویر قهرمان ها را با دست میکشیدند و سپس در کامپیوتر آنها را زنده میکردند. امکانیتی امی کمیکس ها برآورده نداشتیم. مثلا ایجاد تکنیکی تنقیسی میکشیدیم و جای انیق نداشتیم. در یک رستوران این زمان ما کار میکردم، شبا میرفتیم اونجا کار میکردیم. امکانیت نبود. با همین خاطر 1.5 سال دوام کرد. برای یافتن سرپرست رستم وقت زیاد صرف کرد. در نهایت او را رستورانی که رستم آنجا کار میکند و هم یک شرکت تکثیرانی دستگیری کردند. در نوبت اول ما 1000 دانه چاپ کرده برآوردنی هستیم و میبینیم که چخیل همین چیز با سودا با فروش میرود. وقتی که ما دیدیم که اگر خوب رفت با ما میتونیم که باز زیادتر چاپ کرده برآوریم. کمیکس به زبان روسی، انگلیسی و تاجیکی به زودی در رف‌های کتابخانه‌ها پیدا می‌شود. قیمت کمیکس از خرج چاپی آن وابسته خواهد بود. شاید نرخ اولیه‌اش از 18 تا 20 سامانی شود.